فرانسا راگهاد مرجن وگرا پنابرین سوریه با آوائک رومت و آرام هیجی تمام نبونه. بردفقه وزارت درویا فرانسا آنیس وون درمول ده گوتاره که تایبت ده راگهاند ایرو 5 میلیون و 600 هزار ولاتین سوریه لدولت دراوسه و اروپا دجین و نزیکی 6 میلیون و 600 هزار آورجی دناوا سوریه ده هنه. اف یک جی دیار دکه که ملت سوریه یکم لسر آستا پنابرتی و آوربونه. اف همو سوریه جی جتوندو تجیه کریارو تاوان رژیم اسد راوینه. بردفقه وزارت درویا فرانسا بتوندی تکزی لسر شرط و مرجن پیوست کرد جبو وگراندنا پنابرین سوریه و گود دوی او شرط و مرج لگوری پیوانین کمیسیونا بلندیا نتوین یا گرتی یا کاروبارین پنابرا به و حتی ایرو جی جینگه که گنجاو نهاتیا دابین کرن جبوان. هر وصا فون درمول حکومت اسد به پیکان استراتیجیتا تندروی لهمبر پنابران تومدبار کرو زلال کرکو کریارن رژیم اسد دجی پیوان نتوین یا گرتینه. بردفقه وزارت درویا فرانسا هشیاری دا کو اگر پیلک مزنج پنابرتی روبده هیا اگر شر لعدلبه درکتو ده مینا نهامت و کارسته که مزن به. داویا گوتار خود بردفقه وزارت درویا فرانسا آنیس فون درمول گوت وگرا پنابرین سوریه ده دما نهاده تشتکی خیالیه. جالیو خواجی روسیا ناراضی بونا خود دیار کر جهالوستین امریکا و اروپا درباره دستپیشخری روسیا جبو وگراندنا پنابرین سوریه و تومتین جدا جدا بسر وانده دباراند و گوت اول پیشیا پلانا وی آستنگیا دردخه و ناهل پنابر وگرن ولاتی خواه و روسی راگهاند بو کو سوریه آرام بویا و هیمن بویا و روش باشه لسوریه و خلق سوریه هیدی ودگرنا مالین خواه.